سلام، من محمد رضا هستم، اهل یکی از شهرهای جنوبی ایران. قبلا کارمند بودم و بعد از بازنشستگی که به شغل کشاورزی رو آوردم. داستانی که براتون تعریف میکنم هنوزم با اینکه چند سال از اون اتفاق گذشته، اما باز هم یادآوری کردنش برام خیلی خیلی ترسناک هست و یک جورایی هنوزم لرزه به تنم میافته. من قبلا خوب کارمند بودم و بعد از بازنشستگی اومدم به شهرمون. ما یک روستایی داریم در این منطقه از جنوب ایران، به واسطه که به نزدیکی دریا هم هست، اما شغل کشاورزی و اکثرا هم نخلستانه های زیادی در شهر و روستای ما وجود داره. به طبع شغل من هم کشاورزی بود و البته هنوزم هست. ما نخلستان هایی داریم. من که نمیخواستم از این بازنشستگی یه جورایی افسردگی بگیرم، گفتم خب چه بهتر که مشغول بشم به کار کشاورزی و در نخلستان ها فعالیت بکنم، البته از باغ خودمون. طبق معمول در یکی از روزهایی که فعالیت میکردم و مثل همیشه از صبح تا غروب به آفتاب درون باغ فعالیت میکردم و با دوستان و کارگرایی که اونجا بودن مشغول فعالیت بودیم. اما اون روز برای من مثل همه روزها نبود. یه جورایی خاطره سازی برام رقم زد که تا همیشه از ذهنم پاک نمیشه. اون روز من تا دمدمای غروب، یا به قول ما گرگ و میش، کار کردم و آماده رفتن بودم برای منزل. البته خونه ما تا باغ خیلی آنچنان فاصله زیادی نداره و من معمولا همیشه از باغ تا خونه پیاده روی میکنم. بعد از اتمام کارم توی باغ و آماده شده بودم که برم خونه، مثل همیشه من عادت دارم که اطراف باغ رو یک بررسی میکنم و بعد میرم به سمت خونه. همین جور که سمت باغ و اطراف باغ میرفتم و یک جورایی به آخر باغ هم رفتم و باد نسیمی هم میوزید، لحظه‌ای نظرمو به یک چیز شیئی مانندی جلب شد که انگار حرکت بکنه از لابلای درختان نخل. گفتم حتما شاید یکی از کارگرانه و بیدرنگ ادامه دادم و همینجور رفتم جلوتر. همینجور که نزدیکتر می شدم به اون ته باغ، ناگهان یک چیزی دیدم شبیه انسان. همینجور که نزدیکتر می شدم چهره برادرمو دیدم. اینجا بود که چقدر خوشحال شدم که بعد از مدت‌ها، آخه من خیلی وقته که برادرمو ندیده بودم، پیش از چند ماه بود، خیلی خوشحال شده بودم و شروع کردم به صدا کردن اون. حسین تویی؟ چه بیخبر اومدی؟ اما از سمت برادرم هیچ واکنش خاصی نشون داده نشد. او ایستاده بود و با چشمان خیره و بدون پلک زدن به من نگاه می‌کرد. من مجدد او رو صدا کردم. چی شده؟ چه بیخبر اومدی؟ بیا تا بغلت بکنم. در این حین به طور ناگهانی و یک کش به هم زدن از لابلای نخله ها و درختان نخل جابجا می شد.
من که هنوز تو بوت بودم و اصلا برام عجیب بود از این حرکات سریع، گفتم چرا اینجور میکنه برادرم؟ انگار شوخیش گرفته، منم خستم میخوام برم خونه. یه جورایی ناراحت شدم، دیگه ادامه ندادم و برگشتم که برم به سمت خونه. از درب ورودی باغ که باز همینجور می اومدم بیرون و اون دوباره جلوی من ظاهر شد. من که خواستم کم محلیش بکنم، آخه از من کوچیک‌تره. گفتم وقتی که به من برادر بزرگترش احترام نمیذاره، منم باش برخورد سردی میکنم، خودش میاد خونه. اما اون دستشو آورد جلو. من که یک نیم نگاهیش کردم، یه جورایی خواستم دلخوریمو بهش نشون بدم. او به طرف من باز هم دستشو دراز کرد و من باز مجدد نیم نگاهیش کردم. اما این دفعه یک جوری احساس سرما کردم و انگار یک باد نسیمی بخواد بخوره به تنم. خیلی لرزه افتاده بود به تنم. اما او انگار میخواست با من فقط شوخی بکنه و من که به اون فکر بودم که خب داداش کوچکم هست، به هر حال شوخیش گرفته و من هم واقعا خسته و حوصله این کارها رو ندارم و باید هر چه زودتر برم به خونه استراحت بکنم. طولی نکشید و من هم که دیگه از درب ورودی باغ به داخل کوچه خواستم بیرون بشم، مجدد نگاهی کردم به پشت سرم که ببینم آیا اون هم همراه من میاد. اما هیچ اثری از اون نبود. من که یه جورایی ترسیده بودم و زیر دلم خالی شده بود. نمیدونم اون روز چطور خودمو به خونه سریع رسوندم، واقعا نمیدونم. به محض این که به خونه رسیدم و حالم اصلا خوب نبود، پریشان بودم، همسرم در باز کرد برام و من بدون هیچ صحبتی رفتم داخل خونه. همسرم یه جورایی نگران من شده بود و گفت محمد رضا چی شده؟ چرا رنگت پریده؟ من که هم نوع خستگی و هم توان صحبت نداشتم گفتم هیچی بابا، داداش اومده به باغ بدون هیچ خبری. همسرم با تعجب و با چشمانی گشاده گفت چی داری میگی؟ داداشت قبل از که تو بیای تماس گرفت و گفته که توی شهرم و قراره به زودی به شهر خودمون بیاد و به روستا. من که همینجور خیره شده بودم به حرفای همسرم، یه جورایی انگار یک پتکی بخواد بخوره به سرم، نشستم همونجا و واقعا هیچی دیگه نفهمیدم. یک جورایی انگار احساس سستی و همونجا افتادم. همسرم که این صحنه رو دیده بود، آخه من بعد از اون یک جورایی حالم بد شده بود و حتی همون شب هم به صورت کامل یادم نمیاد. ولی خب همون شب همسرم رفته بود برای دعایی که معمولا توی روستای ما اینجور مواقع برای کسی بخواد اتفاق بیفته ما اونجا بهش میگیم ملا، شخصی که دعای قرآنی میخونه و معمولا هم روی یک ظرف آب میدمه و به اون شخص میده. همسرم هم همین کارو کرده بود و رفته بود پیش این شخص و اون هم برای من چند دعایی خونده بود و روی اون ظرف آب فوت کرده بود و برای من آورده بود و من هم خورده بودم. و آنچه که همسرم تعریف کرده بود برای اون شخص، گفته بود همسر تو محمد رضا برادرش نبوده و اصلا اون شخص اونجا نبوده، آخه اون همزاد برادرش بوده.
یه جورایی به شکل اون خودشو در آورده بوده و به خاطر همین هم تب کرده و از انرژی بدن همسرتو استفاده کرده بوده و به خاطر همین هم یه جورایی خسته و کوفته شده بوده. این هم از داستان ما. دوستان گلم، قضاوت همیشه با شما است. خوشحال میشم اگر نظری دارید در مورد همین پست برامون در قسمت پایین کامنت بذارید. تا داستانی دیگر همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خداحافظ.